آیا افغانستان اولین موشک خود را ساخت یا پرتاب کرد؟ واقعیت چیست؟ در روزهای اخیر خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها دست به دست می‌شود که ادعا می‌کند افغانستان موفق شده است اولین موشک بومی خود را بسازد یا حتی پرتاب آزمایشی انجام دهد. این خبر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است، اما پرسش اصلی این است: آیا این خبر حقیقت دارد یا صرفاً یک شایعه رسانه‌ای است؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است موضوع را از چند زاویه بررسی کنیم. از پیشینه توانایی‌های نظامی افغانستان گرفته تا منابع این خبر، واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی آن در سطح منطقه و جهان. پیشینه توان نظامی افغانستان. افغانستان در طول دهه‌های گذشته بیشتر به عنوان کشوری مصرف کننده تجهیزات نظامی شناخته می‌شد، نه تولید کننده آن. در دوران حکومت‌های مختلف، ارتش افغانستان عمدتاً از سلاح‌ها و تجهیزات وارداتی استفاده می‌کرد، از شوروی سابق گرفته تا ایالات متحده و کشورهای ناتو. پس از تحولات سیاسی اخیر، تمرکز بر خودکفایی نظامی به صورت محدود مطرح شد. گزارش‌هایی از تعمیر، بازسازی و حتی تولید برخی تجهیزات سبک نظامی منتشر شد. اما تا پیش از این، هیچ گزارش رسمی و تایید شده‌ای درباره ساخت موشک بومی در افغانستان وجود نداشت. منبع خبر اولین موشک افغانستان، اکثر خبرهای منتشر شده درباره ساخت یا پرتاب موشک افغانستان، نخست در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس، توییتر سابق، فیسبوک و تلگرام دیده شد. برخی صفحات ادعا کردند که این موشک توسط متخصصان داخلی ساخته شده و به صورت آزمایشی پرتاب شده است. اما نکته مهم اینجاست که هیچ ویدیوی رسمی با مشخصات فنی واضح منتشر نشده. هیچ نهاد بین‌المللی یا نظامی معتبر این خبر را تایید نکرده. منابع رسمی دولتی نیز توضیح شفاف و مستندی ارائه ندادند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان این خبر را تایید نشده یا اغراق‌آمیز می‌دانند. آیا افغانستان توان ساخت موشک را دارد؟ ساخت موشک حتی در ساده‌ترین نوع آن نیازمند چند عنصر اساسی است: دانش پیشرفته مهندسی هوافضا، آزمایشگاه‌های تخصصی مواد خاص، سوخت جامد یا مایع، سیستم‌های هدایت و کنترل، بودجه و زیرساخته. صنعتی افغانستان در شرایط فعلی با چالش‌های اقتصادی و فنی زیادی روبروست. به باور کارشناسان نظامی، ساخت یک موشک پیشرفته بالستیک یا کروز در کوتاه مدت بسیار بعید است. با این حال، برخی تحلیلگران می‌گویند ممکن است منظور از موشک راکت‌های کوتاه برد یا سلاح‌های اصلاح شده ساده باشد، نه موشک‌های مدرن و استراتژیک. تفاوت موشک و راکت در اینجا یک نکته مهم وجود دارد که در بسیاری از خبرها نادیده گرفته می شود. راکت، سلاحی ساده بدون سیستم هدایت دقیق موشک. دارای سیستم هدایت، کنترل مسیر و دقت بالا در گذشته، در افغانستان راکت‌هایی وجود داشته که مونتاژ یا بازسازی می شدند، اما این به معنای ساخت موشک پیشرفته نیست. واکنش‌ها در داخل افغانستان. در داخل کشور برخی کاربران این خبر را نشانه پیشرفت و توانمندی داخلی دانستند و از آن استقبال کردند. عده‌ای دیگر اما با دید تردید نگاه کردند و گفتند که انتشار چنین خبرهایی بدون سند می‌تواند باعث سوء برداشت و فشارهای بین‌المللی شود. برخی شهروندان نیز نگرانی خود را از اولویت بندی منابع مطرح کردند و گفتند در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی، بیکاری و کمبود خدمات روبرو هستند، تمرکز بر پروژه‌های نظامی باید با دقت انجام شود. واکنش منطقه‌ای و بین‌المللی. در سطح منطقه، کشورهای همسایه افغانستان با دقت تحولات نظامی این کشور را زیر نظر دارند.
هر گونه خبر درباره توسعه موشکی حتی در حد شایعه می‌تواند باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی، حساسیت‌های سیاسی، فشارهای دیپلماتیک. تا این لحظه هیچ واکنش رسمی از سوی سازمان ملل یا قدرت‌های بزرگ منتشر نشده که نشان دهد این خبر را جدی گرفتند. آیا این خبر می‌تواند پیامد داشته باشد؟ بله. حتی اگر خبر دقیق نباشد، انتشار آن می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. افزایش سوءظن جهانی، ایجاد بهانه برای تحریم‌های بیشتر، تشدید فشارهای سیاسی. به همین دلیل کارشناسان رسانه تأکید می‌کنند که در حوزه‌های حساس نظامی، شفافیت و دقت خبری بسیار مهم است. در حال حاضر هیچ مدرک معتبر و تایید شده‌ای وجود ندارد که نشان دهد افغانستان اولین موشک بومی خود را به صورت رسمی ساخته یا پرتاب کرده است. آنچه تاکنون دیده شده بیشتر در حد ادعا و شایعه رسانه‌ای است. ممکن است به راکت یا تجهیزات ساده نظامی اشاره داشته باشد. نیازمند تایید رسمی و فنی است. تا زمانی که اسناد، تصاویر، مشخصات فنی و تایید نهادهای معتبر منتشر نشود، این خبر را باید با احتیاط بررسی کرد. اگر شما هم می‌خواهید از آخرین خبرهای دقیق و تحلیل‌های بی‌طرفانه منطقه و جهان باخبر شوید، حتماً کانال را سابسکرایب کنید، نظر خود را در کامنت‌ها بنویسید و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید.